افتخار میکنم به تمام کبودی‌های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمی کنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم. ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم. از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط منظر خامنه‌ای نیست، دیگه به این راحت و دیگه نیست. این توبه میری دیگه از این توبه میری ها نیست. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران، دیدار بعدی ما منتظر هستیم جنبش سبز تصمیمش رو بگیره. دیدار بعدی چه خواهد بود؟ دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایران، با خشم رستم بزرگ، بابک خرمدین. ما بودیم، ما ایستادیم، ما رفتیم، ما با تمام کبودی‌های بدنمون، با تمام شکستگی‌هامون، با تمام پاره شدگی‌های پوستمون، با تمام سوختگی چشممون که از این گازهای اشک‌آور و گاز فلفل، افتخار میکنم به تمام کبودی‌های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمی کنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم. ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم. از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط منظر خامنه‌ای نیست، دیگه به این راحت و دیگه نیست. این توبه میری دیگه از این توبه میری ها نیست. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران، دیدار بعدی ما منتظر هستیم جنبش سبز تصمیمش رو بگیره. دیدار بعدی چه خواهد بود؟ دیدار بعدی